به نام خدا. فضاهای تاکتیکی: فضای مداخله، فضای همکاری مستقیم و فضای همکاری غیر مستقیم و فضای فاز. رنگ بنفشی که کنار تصویر مشاهده میکنید شماره 5 و شماره 9 جدول بر سر توپ هستش. فضای مداخله میگیم ما به این قسمت زمین. قسمت هاشور سبز رنگ فضای همکاری مستقیم شامل نزدیکترین بازیکنان به فضای مداخله هست که شامل 3 تا 4 بازیکنی هست هر تیمی می شود. قسمت هاشوری که ما با رنگ قرمز مشاهده می کنید فضای همکاری غیر مستقیم هست، یعنی فشردگی ارضی یا ما باید تو این فضا رعایت کنیم. به فضای قرمز و فضای سبز فضای فاز گفته میشه که شامل فضای همکاری مستقیم و غیر مستقیم می شود.